بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه امروز تدبر در آیات قرآن با قلبی بسیار امیدوار به لطف خدا و از سوی دیگر بسیار ترسان از مقت و از عقاب خدای متعال در ازای کوتاهی هامون، ناشکری هامون، غفلت هامون از خدای متعال و گناهانمون، با هر دو حال امید و هراس به درگاه خدا مراجعه میکنیم و از خدای مهربان تقاضا میکنیم که فرصت دیگری برای نزدیک شدن ما به خودش و دور شدن ما از وسوسه های شیطان و از وسوسه های نفسمون به ما عنایت بکنه و بابی از معارف قرآن بر روی ما بگشاید. صفحه 347 سوره مؤمنون آیه 75. ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طغیانهم یعمهون. و اگر بر آنان مهر ورزیم و رنج و گزندشان را برطرف سازیم، باز کور و سرگردان در سرکشی خود پافشاری خواهند نمود. آیات قبل من از آیه 74 میخونم. آیات قبلی هم البته به نوعی پیوند داره با این آیه، ولی من فقط یک آیه رو میخونم. و ان الذین لا یؤمنون بالآخرة عن الصراط لناکبون. و آنان که به آخرت ایمان نمی آورند از آن راه برکنارند. ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طغیانهم یعمهون ولقد اخذناهم بالعذاب فما استکانوا لربهم و ما یتضرعون. و ما آنان را به عذاب گرفتار نمودیم ولی نه در برابر پروردگارشان فروتنی نشان دادند و نه به تضرع و زاری می پردازند. حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیه مبلسون. تا آنگاه که دری از عذابی سخت بر آنان بگشاییم، آنگاه غمگین و نومید و سراسیمه گردند. و هو الذی انشأ لکم السمع و الابصار و الافئده قلیلا ما تشکرون. و اوست که برای شما گوش و دیدگان و دلها پدید آورد، اما اندک سپاس می‌گزارید. و هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. و اوست که شما را در زمین پدید آورده و به سوی او محشور می‌گردید. و هو الذی یحیی و یمیت و له اختلاف اللیل و النهار افلا تعقلون. و اوست که زنده می‌کند و می‌میراند و گردش شب و روز به دست اوست. آیا خردمندی نمی‌کنید؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون. بلکه گفتاری مانند آنچه پیشینیان گفتند بر زبان راندند. قالوا ایذا متنا و کنا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون. گفتند آیا هرگاه ما مردیم و خاک و استخوان شدیم، آیا به راستی برانگیخته خواهیم شد؟
لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل این هذا الا اساطیر الاولین. همانا این را به ما و پیش از این به پدرانمان وعده داده اند، این جز افسانه های پیشینیان نیست. خب آیات زیبا پی در پی هست. از یک سو این آیات صراحت داره در مورد کسانی که به آخرت ایمان ندارند. اما از سوی دیگر جا داره که ما خودمون رو در جایگاه توصیفی که این آیات از چنین افرادی که به آخرت ایمان ندارند قرار بدیم و خودمون رو محک بزنیم، ببینیم ما چگونه هستیم. تعابیری که در آیات 78 به بعد هست که می‌فرماید اوست که برای شما گوش و دیدگان و دلها پدید آورد، اما اندک سپاس می‌گذارید. خب آیا ما چقدر شکرگزار و سپاسگزار نعمت گوش و چشم و دلمون هستیم؟ چقدر یادش هستیم که همچین نعمتی داریم؟ چقدر برامون بزرگ و مهمه؟ چقدر متوجه این هستیم که این نعمت‌ها آفریده خداست؟ وقتی میخوایم بررسی کنیم بگیم که این گوش ما از چگونه پدید آمده، یا چشم ما یا دل ما، بیشتر با قوانین طبیعی و با نظام جاری خلقت اون رو تفسیر میکنیم، یا اون رو به عنوان خلق خدا، انشاء و ابتکار و ابتدا داشتن به خدا و اینکه خود خدا اون رو آفریده نگاه میکنیم؟ آیا فکر میکنیم که به هر صورت یه نظامی است، همه انسان ها به همین ترتیب شکل میگیرن در رحم مادر و بعد به یه نظام مشخصی، وقتی هم با سونوگرافی نگاه میکنیم میبینیم که همه در هفته چندم به چه شکلن، در هفته چندم به چه شکلن، یه رشد مشخصی که روی اون رشد حتی میشه محاسبه کرد و بر مبناش مسائل مربوط به صورت رشد و نمو جسم انسان رو برنامه ریزی کرد. اگر کودکی زودتر به دنیا بیاد، ادامه مسیر رو با دانش بشر با دستگاه‌هایی که ساخته شده ادامه داد، یا مسائل مختلف پزشکی مربوط به دوران جنینی. ما نگاهمون به خلقت انسان این گونه است که واقعاً میگیم همه اینها کار خود خداست، یا میگیم اینها دستاورد قانون‌هاییه که خدا قرار داده و این قانون‌ها هستن که بر جهان حکمرانی میکنن، قانون‌ها هستن که آفریننده هستن و خدا آفریننده اون قانون هاست. آیه بعد میفرماید و اوست که شما را در زمین پدید آورده و به سوی او محشور میگردید. ما چقدر واقعا خودمون رو پدید آورده شده است از جانب خدا میدونیم. اوست که زنده میکند و میمیراند. ما وقتی که کسی از دنیا میره فکر میکنیم که چه دلیلی داشته که فوت شده، چه بیماری، چه عارضه‌ای، چه رخدادی، چه تصادفی، چه حادثه‌ای. این گونه تفسیر میکنیم یا میگیم که خب خدا خواسته که بمیره. کدوم نگرش رو ما داریم؟ واقعا اگر کسی از دنیا بره، از نزدیکانش بپرسیم که
چی شد از دنیا رفت؟ اگه او بگه که خدا خواست، ما قانع میشیم و میگیم خب خدا که خواست بالاخره، ولی چی شد که از دنیا رفت؟ ولی خدا میفرماید و اوست که زنده میکند و میمیراند. اگر خدا بخواد بگه نگید عواملی، اینها ظاهر اصل منم، با همین این حواستون جمع باشه، به همین این در کار بودن من و گردش شب و روز به دست اوست. آیا خردمندی نمی کنید؟ خب اگر ما هم نگاهمون شبیه کسانی باشه که در این آیات توصیف شدن، بعد همون آیه ابتدایی آیه 75 و اگر بر آنان مهر ورزیم و رنج و گزندشان را برطرف سازیم، باز کور و سرگردان در سرکشی خود پافشاری خواهند نمود. و ما آنان را به عذاب گرفتار نمودیم، ولی نه در برابر پروردگارشان فروتنی نشان دادند و نه به تضرع و زاری می‌پردازند. اگر شرایط همین این زمان حاضر، یعنی دورانی که این بیماری کرونا عالمگیر شده، اینو در نظر بگیریم، اگر بگیم که خب یه همچین بیماری وسیعی که در طول تاریخ به عنوان یک رخداد خاص تلقی میشه، چیزی نیستش که مشابه فراوانی داشته باشه. وقتی که یک رخداد خاصه، به هر طریقی که بخوایم منشأش رو تصور بکنیم، این نمیتونه خواست خدا نباشه. ما نمیتونیم بپذیریم که خدا نظام زندگی انسان‌ها از دستش در رفته به خاطر یک اتفاقی که به خاطر یک فردی، یک جمعی رخ داده. نه، این به سخره گرفتن خداست. این خدا رو در کار ندیدنه. این خدای غائبه، نه خدایی که لحظه لحظه در کار تک تک رخدادهای خرد و کلان این جهانه. هر برگی که میریزه، هر برگی که رشد میکنه، هر قطره‌ای که از آسمان فرو میریزه، هر اتفاقی، هر جنبنده‌ای که کوچکترین جنبشی پیدا میکنه، خدا در اون لحظه داره به او این توان رو میده و خدا زنده و در کاره لحظه لحظه. وقت چنین خدایی این بلای عمومی درش نقش نداره، این توحید یا کفر اگر چنین حرفی بزنیم. و وقت اگر ما این رو عذاب خدا بدانیم، ما روی کردمون نسبت بهش چیه؟ مردم دنیا روی کردشون چیه؟ آیا دنبال بیدار شدن؟ آیا دنبال متذکر شدن؟ آیا دنبال استغفار؟ آیا دنبال متحول شدن و نگاه متفاوت پیدا کردن که ای بابا یک عمر داریم جهان رو با همین نظامات طبیعی و قوانین طبیعت تفسیر میکنیم، همه چیز رو داریم میگیم خب طبیعیه، مام طبیعت این گونه برنامه داره. جا نداره که خدا رو وارد کنیم و ما آنان را به عذاب گرفتار نمودیم، ولی نه در برابر پروردگارشان فروتنی نشان دادند و نه به تضرع و زاری میپردازند. دنبال دارو و درمان و جنگیدن با این پدیده و کسی که بگه خدایا اشتباه کردم، خدایا من تو رو ندیدم و تو رو لحاظ نمی کردم. کجاست چنین حرکتی در سطح جهان؟ کیه که بگه خدایا این موقعیتی است برای استغفار، برای بازگشت، تا آنگاه که دری از عذاب سخت بر آنان بگشاییم، آنگاه غمین و نومید و سراسیمه گردند.
خب این آیات البته در مورد کسانی است صراحتاً که منکر آخرت هستند. منظورم این نیست که ما بگیم بله ما جز کسانی هستیم که گفتند آیا هرگاه ما مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا به راستی برانگیخته خواهیم شد؟ نه، ما معتقدیم برانگیخته میشه. نه ما، بلکه ادیان آسمانی دیگر هم مردمش همچین اعتقادی دارن، چنین استبعادی نمی کنن. اما چقدر به این پایبندن؟ فقط در حد کلام که بله ما مبعوث خواهیم شد، یا اگر چنین رخداد بزرگی رو بهش معتقدن در رفتار و کردارشون تأثیر گذاره و ای بسا به واسطه این کم تأثیری به نوعی ما مشمول این تعابیر باور نداشتن به آخرت است. اما حتی اگر بگیم نه ما باور داریم، باز تدبر در این آیات میانی که تذکرهای خداست و انتظارهای خداست از ما انسانها هیچ مانعی نداره که ما رو به یک تفکر عمیق دعوت کنه که شاید ما مصداق این تعابیر باشیم. حالا شما هم برداشتی بکنید و ببینید چه باری رو از این آیات برای زندگی خداپسندانه برمی‌دارید. برای سلامتی و تعجیل در فرج مولامون صاحب الزمان صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.